سلام. امروز اومدم یه چیزی بهتون نشون بدم. خب اول از همه این سایز پرتقال که خب یه چیزه ما میگیم نرمال. حالا این سایز پرتقالم خب باز نرماله، چیز خاصی نیست. این سایز پرتقال یه ذره از حالت نرمالی در اومده. بذارم بغل اینا رو دیدید. حالا این سایز پرتقال فقط کف دست من نگاه کنید، این دیگه آنورماله. فقط مقایسه کنید چجوری آخه، چجوری مگه دوری؟